مسلمان خوب کسی است که جهاد میکنه، زن مردم میگیره، مال مردم دزدی، تمام چیزایی را که مجاهدین در 44 سال در افغانستان کردن، مسلمان خوب باید کار کنه. طالبان مسلمانای خوب هستن. مسلمانای خراب مسلمان است که به نام خود مسلمان میگن، اما میگن ما کارا را نمیکنیم. کارا را که نمیکنیم معنیش که توی کتاب قبول نداری، بنان تو مسلمان خوب نیستی. آدم خوب مگر هستی؟ مسلمان خوب آدم خوب نیست، چرا که جهاد و قتل و کشتار کلش جو است. مسلمان خراب میتونه که آدم خوب باشه، که کسی که میگه نه من نمیکشم، دزدی نمیکنم، مال مردم، و کلش در کتاب است. این حال تو که نمیکنی هنوزم میگه مسلمان هستم. مسلمان هستی مگر مسلمان قبول هستی، نمیفهمی که اسلام چی است. بنان یعنی شما سعی کنین معلومات هموطنهای من کمه که من از قرآن برش میخوانم، میگه you're talking rubbish about Islam.